یعنی کپر کی جرم شدگی ده هزار سامان دا او روز مرخ کداد ممجره پیش یه سیل دیگه بود یعنی ایره همش طرف این خشلوخ یگو اونجا گذاشته نمیتونه درجه حیوانا گذاشته نمیتونه. ناحیه وخش دهه لالزار در جماعتی مشعل روز 4 می سیل یگانه پول به این دهه را از بین برد که نه کمتر از 200 خانواده در آن زندگی میکنند. گذشتن از این راه به گفته ساکنان لالزار مثل گذشتن از پل سیرات است. محکم شد کم بغل. اقبال این راننده بلندی کرد که در سیل راه نماند. بالا کده برآمده. اما همه رانندگان چنین طولی ندارند و ساعتها در اینجا عذاب میکشند تا 10 متر راه را بگذرند. اگر این راه چنین ماند مردم اینجا دیگر آبی خوردنی هم نمیابند. این احوال قشلاق نه راه داریم نه آب داریم هیچ نداریم. کمتر اگر راه داشتم من راه بودگیرم سیل شش برد. این اواداوز یه لیل خالی یه لیل برآمد. اوقاتی من نمیتونم برآمدم. دهه لالزار که اکثر ساکنانش ازبک زبان هستند سال هاست که چنین احوال دارد. ساکنان پول جمع کرده راه می سازند ولی طبیعت آن را از بین می برد. مردم دهه می گویند مثل آن است که طبیعت آنها را چپ گرفته است و مقامات وخش آنها را تماما فراموش کردند. اینا جای نمی راه شای امی راه ها دا گشتنم خیلی بگیری страшне. Я бин. Ира ич қали рабин баландиша.